مسئولین ورزشی این کشور رو حالا مسابقه آغاز شد. ببینیم فعلا در مرحله پرتاب‌های آزمایشی هستند. هنوز مسابقه یاسین خسروی آغاز نشده و داره پرتاب‌های آزمایشی رو انجام میده. حالا می‌بینید که لباسش رو در آورد. این دیگه در آوردن لباس یعنی اینکه من آمادم تا بیام به میدان و بهترین نتیجه رو از خودم به جا بذارم. درست در همون نکته هم که گفتیم صندلی‌های خالی از تماشاگری پشت سر یاسین خسروی. شما در فضای مجازی اگر یه چرخی بزنید مسابقات قبلی یاسین خسروی رو در مسابقات قهرمانی جهان و پارا آسیایی و پارا المپیک ببینید دقیقاً پشت صحنه پشت سر یاسین خسروی پر از تماشاگره و این پرتاب اول بود. پرتاب اول انجام شد. شروع کرد کارشو. یاسین کارشو شروع کرد با این نگاه خیلی عقل‌های سنگین، یعنی دیگه اینقدر جدی واقعا تا حالا ندیده بودیم، ولی خب شاید هم یه مقدار بله دقیقاً، اما به هر شکل اون جدی بودن اصلا خوبه. این لازمه یک ورزشکار در هنگام مسابقه باید در جدی ترین حالت خودش باشه یه ورزشکار تا بتونه بهترین عملکرد رو داشته باشه. اولین پرتابش انجام شد. ببینیم چه حد نصابی رو به ثبت رسونده. با این پرتاب رو در کجای جدول قرار میگیره. بعد از اون فعلا که به تصویر نکشیده تلویزیون عربستان پرتاب یاسین رو، حالا آماده میشه برای دومین پرتاب. ببینیم دومین پرتابش رو. وزنه رو کنار گردنش قرار میده یاسین خسروی. حالا عقب رو اینجا رها میکنه وزنه رو یاسین. خوب بود. نزدیکی‌های 16 متر از این زاویه و نمایی که من میبینم به نظر میرسه که فرود اومد. حالا این آقا هم موبایل دست دقیقاً اومده وایساده جلوی منطقه فرود وزنه یاسین خسروی. یکی هم نیست بهش بگه از اون منطقه خارج شو. اصلا در مسابقات جهانی و مسابقات المپیک همچین تصاویری همچین اتفاقات رو نمیبینید که افراد غیر مسئول تو پیست باشن. یه بار دیگه به صورت آهسته ببینید اینجا جاییه که یاسین خسروی پرتابش رو انجام داد و محل فرود. هنوزم اندازه پرتاب یاسین رو به تصویر نکشیدن متاسفانه. این دیگه ابتدایی ترین کاره که بلا فاصله بعد از انجام پرتاب حالا بله معلوم میشه 15 متر و 23 سانتی متر. پرتاب اول 15 متر و 7 سانتی متر اصلا در جایگاه نخسته. بعد از این همه پرتاب یاسین خسروی، باریکلا به یاسین، رفت بالا پرتابش. پرتاب یاسین رفت بالا. ببینیم با استفاده از دستگاه ها و مترهای الکترونیکی چه حد نصابی رو پرتاب کرده. ببینید خنده اومد رو لباش. این یعنی چی؟ یعنی که موفق شده بهترین عملکردش تا اینجای کار بعد از 3 پرتاب به ثبت برسونه. اما بذارید حتما حد نصابش اعلام بشه تا ما کاملا مطمئن بشیم از پرتاب خوب یاسین. ببینید خدای من با تمام وجودش از دیار پهلوانان، از کرمانشاه ایران، این چهره یاسین خسروی موفق میشه پرتاب خوبش رو انجام بده. 15 متر و 65 سانتی متر عرض کردم رفت بالا پرتابش و رتبه نخست. 2 تا پرتابگر دیگه بعدش هستند و به نظرم قطعاً نمیتونن برای رتبه یاسین مشکلی ایجاد بکنن. یه جورایی باید بگم همین میانه کار یه مدال طلا برای یاسین بذاریم کنار از همین میانه مسابقهش، چون من داشتم حد نصابای رقباشم میدیدم بهترین حد نصاباشون رو نیستن به اندازه یاسین. چه ورزشکار عراقی چه ورزشکار ترکی. اصلا یاسین قهرمان جهان و رکورد داره، باید طلا بشه. ایشالله که این اتفاق هم میفته با دعای خیر شما ملت عزیز ایران. پرتاب 4م یاسین آماده است تا انجام بشه. عقب جلو و پرتاب بعدی بازم خوب بود. بازم این پرتاب خوب بود. اما واقعا باور کنید یاسین امروز این توانایی رو داره که بره بالای 16 متر. پرتاباش یه مقدارم به نظر میاد که از ناحیه مچ دست دچار مشکل هست، اما داره با تمام وجودش با تمام سلولهای بدنش داره رقابت میکنه. برای چی؟ برای اینکه شما ملت عزیز ایران رو خوشحال بکنه و افتخار به دست بیاره و پرچم ایران رو ببره اون بالا بالاها.
کاری که ببینید یاسین با تمام آسیب دیدگی هایی هم که داره به خوبی وظیفش رو انجام میده. 15 متر و 62 سانتی متر، 3 سانتی متر کمتر بود نسبت به پرتاب قبلیش، اما اصلا اشکال نداره. 2 تا فرصت دیگه داره، رتبه نخستم مال خودشه و میتونه از این 2 تا فرصت به بهترین شکل استفاده بکنه. یاسین خسروی رو اینجا رها میکنه، وزنه رو به لحظه فرود رو دیدید، پرواز وزنش رو دیدید در آسمان ورزشگاه فیصل بن فهد شهر ریاض، جایی که چطور اون رو به پرواز در میاره این چهره یاسین خسروی از جمهوری اسلامی ایران، پرتابگر با غیرت، پرتابگر پر افتخار. 15 متر و 33 سانتی متر، یه مقدار باز داره کمتر میشه، یه فرصت دیگه داره. به نظر من یاسین کار خودش رو برای رقابتی مثل بازی‌های کشور اسلامی انجام داد، یعنی حد نصابش حد نصاب خوبیه برای این مسابقه. لازم نیست بخواد الان تلاش خیلی مضاعفتری بکنه برای اینکه حد نصاب‌های به مراتب بالاتری رو به دست بره با توجه به سطح مسابقات و اینکه یاسین همین 2-3 هفته پیش در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده و از دل اون مسابقات بیرون اومده و اون خستگی هایی که هنوز داره در بدن خودش کار خودش رو انجام داد. حد نصاب اندازه این مسابقه رو پرتاب کرده یاسین تا اینجای کار. اینم پرتاب آخره. ببینیم پرتاب رو با شما بینندگان عزیز چه میکنه یاسین خسروی. حالا اینجا پروازو وزنه و این هم لحظه فرود، شاید بهتر، شایدم همون هول و هوش. خیلی فاصله نبود بین پرتاباش، یه نرم مشخصی پرتاب کرد یاسین خسروی. کارش تمام شد، خسته نباشید میگیم و از همین الان به نظر من باید تبریک گفت به یاسین خسروی. انشاءالله کسب مدال طلا رو در این مسابقه 15 متر و 54 سانتی متر، همون 15 متر و 65 سانتی متر